ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به فشارهای رقمی الکی عادت کردند. سرعت ضعیف اما نرخ گران اینترنت، محدود و مسدود کردن سامانه‌ها دیگر کسی را حیران نمی‌کند. اما حوادث اخیر نشان داد که حکومت‌های آسیای مرکزی می‌توانند اینترنت را کاملاً برای یک منطقه و حتی سراسر کشور قطع کنند و دلیلشان تأمین امنیت است. در پی اعتراضهای عمومی در قزاقستان 4 ینور در سراسر کشور اینترنت و ارتباط موبیلی قطع کرده شد. اما وقتی 10 ینور اینترنت برقرار شد، ساکنان از دستنارس بودن مسنجر یا پیام رسان‌ها شکایت کردند. سامانه‌های برخی نهادهای دولتی بیرون از قزاقستان باز نمی‌شدند. کاری رسانه‌های خبری هم با مشکل مواجه شد. سازمان نت بلاکس خسارات رسیده در پی قطع شدن اینترنت در قزاقستان را 189 میلیون دلار حساب کرده است. قطع شدن اینترنت در قزاقستان به قرب بیت کوین هم بی تاثیر نبود. سال سپری شده در پی آنکه چین با هدف کاهش پرتوهای گاز گلخانه‌ای به فعالیت ماینینگی محدودیت جاری کرد، قزاقستان به مرکز معروف ماینینگ تبدیل یافت. برخی ها حدس می‌زدند که در این سمت شاید از امریکا هم پیش بگذرد، اما حالا شاید آن کارشناسان الکی از فکر خود گشتند. در رابطه با فشارهای رقمی وضعی از همه خراب را دارد. مقامات ترکمنستان به هیچ شبکه اجتماعی و رسانه خارجی که از رژیم انتقاد میکند رحم ندارد و آن را مسدود میکند. نه تنها به در رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و یوتیوب، بلکه دانشنامه آزاد یا ویکی‌پدیا هم قلف زده شده است. حتی وبسایت رسمی پرزیدنت روسیه کرملین.ru که امکان ارسال شکایت را به حکومت روسیه فراهم می‌آورد، سال 2013 مسدود شد. حکومتداران با بستن فیلتر شکن یا وی پی ان ها قناعت نکرده کاربران را با قرآن سوگند می‌دهند که از آن استفاده نکنند. آموزگاران زبانخط می‌نویسند که به شبکه‌های اجتماعی وارد نمی‌شوند. از دانشجویان طلب کرده می‌شود که ضمانت بدهند که اینترنت را تنها با هدف‌های تعلیمی استفاده می‌برند. با متخصصانی که برنامه وی پی ان را نصب می‌کنند فشار آورده آنها را برای صحبت با مقامات حفظ حقوق و قدرتی دعوت می‌کنند. ماه نوامبر دادگاه در این کشور 20 تاجر را برای استفاده از فیلتر شکن تا سال 2025 از استفاده اینترنت محروم ساخت. تلفن‌های هوشمند آنها مصادره و بر عوض تلفن‌های با آنها داده شده است که امکان پیوست شدن به اینترنت را ندارند. مقامات حتی پلتفرم زوم را که برای انجام کنفرانس‌های ویدیویی آنلاین درست شده است مسدود کرد. سیستم پرداخت پیپال هم از فهرست سامانه‌های مسدود شده بیرون نماند. بر علاوه همه این، ترکمنستان یکی از ضعیف‌ترین سرعت اینترنت در منطقه را دارد. مثلا بنا به آمار sable.so.uk ترکمنستان همگی 0.500 مگابایت ثانیه اینترنت فراهم می‌کرده است. با چنین سرعت برای بارگیری فیلم عبارت از 5 گیگابایت 22 ساعت و 34 ثانیه ضرور می‌آید. به همین مانند ترکمنستان در همه رده‌بندی‌های مربوط به فضای رقمی در زینه‌های آخر تکیه زده است. در پی قضیه ماه نوامبر سال 2021 در شهر خاروق اینترنت در مرکز و بیشتر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان قطع کرده شد. در روزهای اول از صفت ارتباط موبیلی هم شکایت‌ها می‌رسید. تاجیکستان در محدود و مسدود کردن سامانه‌ها تجربه کافی پیدا کرده است. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری بارها موقتاً دستنارس شدند. میان شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و میان رسانه‌ها آزادگان، تاج نیوز، ازیا پلاس و آزادی مزه مسدود شدنها را زیاد چشیدند. دو رسانه اول چندین سال است که فعالیت نمی کند و دوی آخر حالا هم سر چند وقت با این مشکل روبرو می شوند. هرچند نهادهای مسئول هیچگاه رسما این محدود کنی ها را اعتراف نکردند، اما رسانه ها با تکیه بر نماینده های شرکت های فراهم کننده اینترنت به دستور شفایی اشاره می کنند. متاسفانه پیدا کردن فهرست گشاد وبسایت هایی که بسته شده‌اند وجود ندارد. تاجیکستان هم در قطار کشورهای قرار دارد که ساکنانش با نرخ گران اینترنت سرعت می‌خرند. کارشناسان تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی را یکی از فشارهای رقمی در کشور می‌دانند. این مرکز و حال و هوای آن موضوع یک برنامه علاهیده ما خواهد بود. ازبکستان عهد میرزیویف نفس تازه را میماند، البته در قیاس به حال زاری فضای رقمی که عهد اسلام کریموف داشت. هرچند اینترنت دسترستر شد و کشور موقعش را در ریتینگ های جهانی کمی بهتر کرد، اما هنوز محدودیت های زیاد وجود دارند. برای باز کردن برخی سامانه ها با کمک فیلتر شکن نیاز پیدا می شود. نوامبر سال 2021 اسکام نظارت، تنظیمگر ملی مخابرات در ازبکستان دسترسی را به اکثر شبکه‌های اجتماعی محدود کرد. تنظیم کننده الکی توییتر، تیک توک، وکانتاکت، اسکایپ و ویچت را به دلیل رعایت نکردن قانون‌های حفظ داده ها مسدود کرد.
سپس فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب را بر روی خط علاوه کرد. دسترسی به برنامه سیگنال هم ناممکن شده است. هرچند میرزیویف از این اقدام انتقاد کرده آن را لغو کرد، اما ممنوعیت‌های قبلی تا حال وجود دارند. وضعیت در جزیره دموکراتیا هم ایدئالی نیست، مثل که از همسایه‌ها رنگ گرفته است. فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان چند اقدام اخیر از جمله ثبت نام سیم کارت و تلفن‌های هوشمند را ابزار فشار می‌گویند.